سلام به همه دوستان خلاق با انگیزه و آینده ساز. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال ایران تکنولوژی. اگه دنبال یادگیری واقعی هستی با ما همراه شو، چون اینجا قرار مسیرتون تغییر بدی. کانال ایران تکنولوژی یه فضای آموزشی چند بعدیه برای کسایی که میخوان با دانش و مهارت‌های دیجیتال خودشون رو ارتقا بدن. ما اینجا آموزش میدیم هوش مصنوعی، از مفاهیم پایه تا کاربردهای روزمره. کامپیوتر و نرم افزار، آموزش‌های کاربردی برای ویندوز، لینوکس، ابزارهای حرفه‌ای، سرور و شبکه، راه‌اندازی، مدیریت و امنیت سرورها برای پروژه‌های شخصی و حرفه‌ای، ادیت ویدیو با موبایل و سیستم‌های سبک مخصوص تولید محتوا، آموزش یوتیوب از ساخت کانال تا رشد و جذب مخاطب. حالا برسیم به یکی از ابزارهای محبوب برای ادیت ویدیو با موبایل، کاین مستر یا همون کینا مستر. اگه لپتاپ نداری یا نت قوی نداری ولی میخوای تولید محتوا رو شروع کنی، این اپ بهترین نقطه شروعه. کاین مستر یه اپلیکیشن ادیت ویدیو برای گوشی‌های اندروید و iOS هست که امکانات حرفه‌ای رو با رابط کاربردی ساده در اختیار شما میذاره. یعنی بدون نیاز به کامپیوتر میتونی با یه گوشی معمولی ویدیوهای حرفه‌ای بسازی. امکانات کلیدی کاین مستر میتونی همزمان چند ویدیو، عکس، تن، موزیک و افکت رو روی هم بچینی. برش و تنظیم دقیق کلیپ ها، تایملاین دقیقی داره که میتونی فریم به فریم ویدیو رو کنترل کنی، افکت های تصویری و صوتی، انواع ترانزیشن، فیلتر رنگ، افکت های حرکتی و صوتی، اضافه کردن متن و استیکر برای ساخت تامنیل، زیرنویس یا پیام های تصویری، تنظیم رنگ و نور، روشنایی، کنتراست، اشباع رنگ و حتی ظاهر سینمایی، صداگذاری و میکس صوتی، چند لایه صدا، موزیک پسینه، افکت صوتی و حذف نویس. خروجی با کیفیت بالا تا رزولوشن 4K مناسب برای یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی. تا ویدیو بعدی خلاق بمون، با انگیزه باش و یادت نره محتوای خوب از ذهن خلاق شروع میشه، نه از تجهیزات گرون. اما مهمترین بخش این دوره مدرسه یوتیوب. ما یه پلیلیست کامل ساختیم که توش مرحله به مرحله آموزش میدیم چطور یوتیوبر بشی. توی این دوره یاد میگیریم چطور کانال بسازی، چطور موضوع انتخاب کنی، چطور اسکریپت بنویسی، چطور ضبط و ادیت کنی، چطور تامنیل طراحی کنی، چطور ویدیو رو منتشر کنی که دیده بشه و چطور با الگوریتم یوتیوب دوست بشی نه دشمن. ادیت ویدیو فقط یه بخش از مسیر تولید محتواست. ما اینجا یاد میگیریم چطور محتوای جذاب بسازیم، نه فقط چطور کلیپ ببریم و بچسبونیم. مدرسه یوتیوب یاد میگیریم چطور از ادیت برای تولید محتواست، نه فقط سرگرمی. ادیت یعنی ساختن داستان، یعنی تبدیل یه ویدیوی خام به یه محتوای حرفه‌ای. ادیت خوب باعث میشه مخاطب تا آخر ویدیو بمونه، پیام رو کامل دریافت کنه و حتی کانالش رو دنبال کنه. ما توی مدرسه یوتیوب یاد میگیریم چطور از ادیت برای ساخت محتوای تاثیرگذار استفاده کنیم. محتوایی که دیده بشه، شنیده بشه و اثر بذاره. برای آشنایی بیشتر با چشمانداز کانال، ویدیوی معرفی کانال رو سابسکرایب و از کانال بازدید کنید.